بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ومن علينا باتباعه الذي سببه لحصول رحمته ومحبته كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله يتبعني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران بسیار عزیز گرامی، روز شریف جمعه را که در ماه شریف مولودی موافق آمده است، از برای یکایک شما و در شخصیت شما از برای تمام مسلمانان این جمهوری تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار طاعات عبادات ما را، میل رغبت ما را، محبت و مودت و غیرت ما را به درگاهش قبول و مقبول داشته باشد و فردا روز قیامت همراه محبانمان، همراه محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی ایشان ما و شما را محشور گرداند. انشاءالله اکم ماه مولودی است. از اما خاطر در ماه مولودی سعی تلاش میکنیم که در اطراف بعثت با سعادت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم مرتبه و منزلت او اگر امکان علاج شود درباره بعضی از صفات حمیده و برگزیده آن حضرت صلی الله علیه و سلم با شما صحبت ها داشته باشیم. واقعا روز نهم ربیع الاول در عام الفیل که به 22 اپریل سال 571 میلادی موافق می آید، یک واقعه بسیار بزرگ به وقوع پیوست. حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که تمام مردم عالم چشمدارش بدند، در انتظارش بدند، از درگاه خداوند متعال تقاضا میکردند، طلب میکردند، آرزو میکردند که این شخص پیدا شود و آیین بتپرستی را ریشه‌کن کند و مردم به سوی وحدت خدا خواند، به سوی عبادت خدا خواند. در همین تاریخ روز نهم ربیع الاول پا به عرصه هستی گذاشت. در یک عائله بسیار شریف، در عائله که منسوب به عبدالمطلب سردار قریش بود، یک فرزندی فرخ‌پی و بسیار زیبا چهره به دنیا آمد که خداوند متعال او را رحمت عالمیان خوانده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای حبیبی من، ما تو را از برای رحمت عالمیان فرستادیم، ما تو را از برای نجات بشر به پیامبری مبعوث کردیم. قبل از او که درباره ترجمه حال رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما یک معلومات دهیم، بیایید اول ببینیم که او چه عالم بود که خداوند برای نجات او عالم رحمت عالمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را محض در همون عصر ششم میلادی از مادر تولد کنانید و بعدا به پیامبری مبعوث ساخت. این چه عالم بود، چه احوال داشتند، چه عبادات داشتن، با چه امور مشغول بودن. در عصر ششم میلادی در عالم دو دین اهل کتاب موجود بود، باقی مانده همه شرک و همه کفر و همه طبیعت پرستی و آتش پرستی و گاو پرستی و بت پرستی و امثال این. دو دین کتاب، یک دین یهود و دیگر دین نصرانی. یهودی ها اگر چند ملت موحد بدن، اگر چند اکثر کل پیغمبران خدا از میان این ملت مبعوث گشت است، اگر چند که شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام، شریعت حضرت موسی علیه السلام، شریعت هارون و امثال اینها در بینشون رایج بود، اما متاسفانه در عصر شش
الکی به سبب پراکنده شدن، به سبب بدعت‌های زیادی که اختیار کردند، به سبب تأثیر ملت خلق‌هایی که بالای یهود غلبه کرده و آیین رسم رسوم خودشون در بالای مردم یهود تحمیل کرده بودند، الکی دیگر موحد اونها را نامیده نمیشد. واقعا امام ابوالحسن ندوی معرخ بسیار بزرگ اسلامی و جهانی از انسیکلوپدیای یهود اقتباسات آورده است. وقتی میخوری در تعجب میمانی که اصلا میگوید بنی اسرائیل یهودی ها به بتپرستی یک میل به نهایت زیاده داشتند، بسیار میل رغبت و قوی بود. اگر چند اینقدر پیغمبری موحد در بینشون مبعوث شده است، اگر چند همیشه دعوتشون میکرد، اما باز در یک گوشه قلبشون همیشه یک جا بود برای بود که مثالش برای مثال دور رفتن در کار نیست. قرآن ده ها مثال باریز از برای ما و شما میدهد، تورات و انجیل ده ها مثال باریز از برای ما و شما میدهد. حتی در زمان موسی علیه السلام پیامبر اولوالعزم، یکی از 5 پیامبران بزرگترین خدا که در روی زمین مبعوث گشته‌اند، پیغمبری که معجزه‌اش همراهش بودند، عصای حضرت موسی و ید بیضا همیشه همراهش بودند، معجزه‌ای که تمام بنی اسرائیل در زمان حیات بودن موسی علیه السلام اونا را دید، پیغمبری که نجات شد بنی اسرائیل از ظلم فرعون، از قتل و خونریزی هایی که فرعون و فرعونی ها نسبت این قوم دایر می ساختند. اما ببینه که در یک مدتی که حضرت موسی علیه السلام با درخواست و طلب بنی اسرائیل به کوه طور رفته بود از برای آوردن لوح‌ها، تاز یک بار دیگه با اثبات شو کنه که آخه من پیغمبر خدا هستم، این دین دین خدا هست، گوساله پرست شدند. سامری یک گوساله را از طلا درست کرد، با لعل زبرجد زینتش داد و مردم بنی اسرائیل در رأس همین گوساله سجده میکردند، گوساله پرست شدند. حضرت مولوی روم میفرماید گفت موسی با یک مردی کمال که بدندیش از تعصب و زلال 100 گمانت بود در پیغمبریم، با چنین اوصاف این خلقی کریم. موسی میگه با یک نفر از همه بنی اسرائیل که از راهباشو بود مراجعت کرد که روی تو در قبر، گفت ملعون، من پیغمبری خدا، یک پیغمبری نازنین، 100 شک شبهه نسبت من در دل داشتی و داری، با وجود آنکه اینقدر اخلاق حمیده دارم، با وجود آنکه معجزه های ابد زنده دارم، با وجود آنکه دیدی که معجزه من عصای من چه نوع سحر ساحرای فرعون فرو برد، اما در دل تو تا حال شک و شبهه هست. 100,000 معجزه دیدی زی من، 100 گمانت میفزود و شک زن. گرد از دریا برآوردم نهان، تا رهیدت از شر فرعونیان. 100ها معجزه برای به چشم سر دیدید. گرد از دریا برآوردن یعنی همون چنگ خاک زیر بحر بالا کردن. وقتی که حضرت موسی علیه السلام به امر پروردگار عصاش در داخل بحر پرتاف، بحر بدن نیمه تقسیم شد و بند کردن در صورتی که از دو طرف آب مثل یک سد بزرگ اسکندری ایستادگی بود. حتی گرد و غبار یعنی همون قم زیر دریا، زیر بحر چنگ و غبارش برخاست. ز آسمان 40 ساله کوسه و خوان رسید، از دعایم جوی از سنگ پرید. روی شما در گور گفت مدت 40 سال به دعای من و به التجای من پروردگار به یگان مشقت رنج از آسمان نعمتاش برای شما میفرستاد، در جان تو راحت کرده، به یگان کار میخورده. از دعای من از سنگ جو پرید. حضرت موسی با عصاش یک ضربه زد در یک سنگ در بیابان بی آب و گیاه، 12 یک جبر خارج شد، با 12 حصه تقسیم بود برای 12 سبط یهود که با بین همدیگر جنگ و نزاع نکنند. این اسرائیلی هایی که
هیچ وقت آرام ایستاده نمیتونن. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کردی که خدای من تی. آخه روی شما درگور گفت که همین قدر معجزه‌های مرا دیده، تا به حال شک شبهه در من داره و در پیغمبری داره. یک گوساله بیجان یک بار همون صدای با استش بر اومد در پیشش سر مانده و سجده کرده که تو خدای ما هستی. چه نبودی بدگمان در حق او، چه نهادی سر چنین ای زیشت خو. آتا چرا در این شک شبهه نکردی؟ چرا نگفتی که یک تحقیقش کنم یک گوساله خالیه که عقل نداره، فراست نداره، چه خیل صدا میبره، جان نداره. سامری خود کی باشد در جهان که خدای برتراشد ای سگان. خودش سامری سگی کی است که او خدا میتراشیده است؟ این خدا برای شما را بازی ششیده است که یک آدم ابله میگرفته است از پیش خود میتراشیده استش. پیش گاو سجده کردی از خری، گشت عقلت صید سحری سامری. با همه عقل فراست، با این دعوا که ما افضل ترین مخلوق بشریم، نعوذ بالله ما بنده های برگزیده خدا هستیم، گفته ادعا میکنه در پیش یک گوساله گفت سجده کردی. بعد حضرت مولوی شرح میده چون که هر جنس را باید جنس خود، گاو سوی شیری نر کی رو نهد. برای پیروی موسی علیه السلام یک ملت، یک خلق مثل امت محمد صلی الله علیه و سلم لازم بود. هر جنس به جنس خودش پرواز میکنه. هیچ وقت گاو با شیری نر رفیق دوست شده نمیتونه. حضرت موسی شیر بود. این قبیله گاوها و گوسفندا و قبیله میمون ها همچنانه که خداوند در قرآن وصفشون میکنه که یا قرده خاصعین هستند بنی اسرائیل، میمون های خارزار شده و ذلیل شده هستند. اینا از کجا با شیر میتونن که معامله کنند و خوب بگیرن؟ آن ابو بکر از محمد برد بو، گفت هذا لیس وجه کاذب. حضرت ابو بکر صدیق شیر خصال بود، از محمد صلی الله علیه و سلم در کرد، با فراست دریافت که این پیغمبر خدا است. گفت این چهره ای به چهره کسایی نمیمونه که دروغ میگن. از چنین شخص دروغ انتظار شدن یک حماقت است، امر محال است. چه نبود بوجهل از اصحاب درد، دید 100 شقی قمر باور نکرد. اما ابو جهل ملعونه که خدای تعالی هدایتش نکرده بود، از شیر مردای خدا نبود، با چشم خود شقی قمر دید که در آسمان چی نو با اشاره انگشت سبابه محمد صلی الله علیه و سلم خداوند ماه 2 حصه تقسیم کرد، اما باورش ناومد، باورش نکرد. آینه دل صاف باید تا درو، واشناسی صورت زشت از نکو. ایشون بباره رحمتی. آینه دل صاف باید تا درو، واشناسی صورت زشت از نکو. برای آنکه صورت زشت از نکو فرق کنی، برای آنکه ابو بکر از ابو جهل فرق کنی. شان مولانا را رفتین خوش آمدی بویش پیشش بیاری. یک کس مهمان خدا نگهبانش باشه. بشینی بشینی. پس مردم یهود که یک وقت موحد بدن، مردم دیگر را تعلیم توحید میدادند، در عصر 6 الکی تمایل بت پرستی، تمایل فرعون پرستی در وجود چو پیدا شد. دیگر این یهودی ها او یهودی هایی نبودند که در عهد حضرت موسی علیه السلام، در عهد یوشع ابن نون و امثال اینا ظهور کرده بودند. یعنی که دیگه اینا را اهل کتاب گفتن، اهل کتاب بودند، اما میگیم که مشرکای اهل کتاب هستند، کفار اهل کتاب هستند که بعداً عقیده خود گم کردند. حتی در انسیکلوپدیا یهود آمده است میگوید یهودی ها هم پیش از تبعید به ملک بابل و هم بعد از او، شما میدونید نه تبعید به ملک بابل چی واقع شد؟ بعد از پیغمبرها، بعد از پیغمبر کشی این بدبختا به غضب خدا گرفتار شدند
و بخت نصر پادشاه بابل بیت المقدس ضبط کرد، مسجد حضرت سلیمان به خاک یکسان کرد، در بیت المقدس در شهر پیغمبران جو کرید، مردم یهود اکثر کلش از دم شمشیر گذراند. او کسایی را که زنده مونده بودند خاصتا زن و کودکان را به غلامی فروختند و بیت المقدس را دیگه خالی کردند، نگذاشتن کسی در اوج زندگی کند. همین را تبعید یهود میگویند، هم پیش از تبعید یهود و هم بعد از تبعیدشون، یعنی بعد بازگشت کردنشون از بیت المقدس. بعدا وقتی که کوروش شاه فارس بابل ضبط کرده گرفت و این مردم بنی اسرائیل که بسیار زیرک بلا هستند، یکی از زیباترین دختران خود برای کوروش هدیه کردند. کوروش به زنیش گرفت، بسیار زیبا صورت بود و توسط پند نصیحت های او، توسط گفتن های همو زن به بنی اسرائیل ترحم کرد، آزادشان کرد، امر کرد که با بیت المقدس برگردند بیایند. این در عصرهای 5 قبل از میلاد بود، عصر 5 قبل از میلاد. حتی بعد همو آمدن شونم میگن نشانه های بت پرستی و تمایل به بتگرایی بنی اسرائیل در کتاب هاش و خاصتا در کتاب تلمود موجود است. این همی بود احوال بنی اسرائیل، یهودی هایی که دعوا میکردن که ما اهل توحید هستیم، ما موحد هستیم. خب نصرانی ها چه حالی داشتن؟ دین نصرانی شما میدونه که با بعثت، با سعادت عیسی علیه السلام در عالم منتشر شده بود و یکی از بزرگترین امپریاهای عصر، امپریای روم، همه دین قبول کرده بود. دین رسمی امپریای روم بود دین نصرانی. دین نصرانی از ابتدای پیدا شدنش، بعد از او که خداوند متعال پیغمبر محبوبش عیسی علیه السلام به آسمان برداشت، رفعش کرد، الکی دستخوش هوا و هوس ها شد، بازیچه دست یهودی ها گشت. یهودی ها از همون ابتدای عمل و ابتدای کار در دین نصرانی چنان بدعت های را داخل کردند، چنان سفسطه های را داخل کردند که مردم صورت پرست کردند، مردم نمیدونم که مرده پرست کردند، اولیا پرست کردند، خاک پرست کردند. و او معجزه بزرگی که حضرت عیسی آورد و او توحیدی که در ابتدا در دین نصرانیت بود، دیگه یک خواب خیال شده، خلاص یک خواب خیال شده. ما واقعا جهالت به حدی رسید که الکی در عصر 4 بحث درباره 3 اقنوم می رفت. 3 اقنوم، این اقنوم با به روسی ترجمه تو نکنم، به فکرم نمیفهمی. سویتای ترویتسا میگن، اقنوم های ثلاثه، پدر خدا، پسر خدا و روح قدس. با Отец Бог, Отец Сын и Святой Дух. Он میگن که во имя Отца и Сына и Святого Духа. این همی 3 اقنومش همی است. الکی در عصر 4 همی پیدا شد و عاقبت الامر کار به درجه رسید که در ربع اخیر عصر 4، در 4/4 عصر 4 تمام عالم نصرانی همی 3 اقنوم قبول کرد. دیگه عقیده موحدی در خاک رفت. وقتی که نعوذ بالله خدا را در 3 وجه عبادت کنی، وقتی که یک بنده و یک مخلوقی را که پدر نداشت، مادر داشت، انسان بود، میخورد، میآشامید، احتیاج به مکان داشت، احتیاج به آسایش داشت، احتیاج به پشت پناه داشت از جانب پروردگارش، وقتی که به درجه خدایی برداشتی، از کجا دیگه توحید باقی میمونه؟ جیمز هیوستون یک عالم انگلیس است، مورخ، در کتاب معروفش تاریخ مسیحیان در پرتو علم جدید یا در پرتو علم معاصر امجا ثبت ساخته است که چی نوع 3 اقنوم در عالم مسیحیت خطر جو کرد، چی نوع توحید از بین مردم برآورده شد. کار به درجه رسید که هر کس همی سویته ترویتسا را قبول نمیکرد، او را میکشتنش، دیگر نصرانی حسابش نمیکردن. این بود احوال زاری
قوم و ملت دومه که اهل توحید بدن، اهل کتاب بدن. خب غیر این دو دین های بزرگ جهانی کدام ها بدن؟ دین مجوس سیم، یعنی دین زردشتی، همون دینه که متاسفانه امروز بعضی کافر بچه ها میخواهند از سر نو احیاش کنن، حتی در جامعه ما. خدا لعنت کند کسی را که بالای سر مسلمانان میخواهد که عقیده زردشتی را بیارد. مردمی را که خدای تعالی 1300 سال قبل از همین عقیده زردشتی نجات داده بود، امروز باز میخواهند در زیر همین نجاست کشند. دین زردشت یا آیین مجوسی چی آیین است؟ تقریبا در عصر 7 قبل از میلاد عیسی علیه السلام یک مردی شتربان با نام زردشت یا زرتشت را نزد پادشاه هخامنشی ایران، نزد ویشتاسپ یا همچنانه که در شاهنامه اومده است گوشتاسپ آمد و دعوا کرد که من پیغمبر هستم. و در میان مردمی که اگر چند با مجرد بسیار دور افتادن عهد پیغمبر آخران علاقه شریعت گم کرده بودند، طریقه عبادت نمیدانستند، اما به هر وجه خدا را یک میدانستند، آفرنده تمام مخلوقات فقط خدا را میدانستند. همه آیین مجوسی، آیین خدایی و شرک جاری ساخت. در سنن ابو داود آمده است حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاه مفسران قرآن میفرماید کان اهل فارس یا این اهل فارس لما مات نبیهم کتب علیهم الابلیس المجوسیت. مردم فارس وقتی که آخران پیغمبرشون از دنیا گذشت، شاید اینا توحید از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام گرفته بودند، اما از بس که ملکشون دورتر افتاد، حضرت ابراهیم هم دیگه ملک خچه و وطن خچه پرتفت، در عراق بود وطنش و به سوی شام رفت، مصر رفت. این مردم که از پیغمبر دور ماندن، شیطان آخر الامر همین مجوسیت دین زردشتی را در بالای این مردم بیچاره مطرح کرد. خلق بیچاره همین را قبول کردن. شما تاریخ ها را ببینه که مردم این سرزمین در حال دین زردشتی را قبول نکردن. حتی همین ویشتاسپ یا گوشتاسپ به خاطر به گپ در آوردن رستم داستان و پدرش زالیزر که هنوز زنده بودن به سیستان رفت. چندین مدت در سیستان در نیمروز مهمان شد. مدت 6 ماه او مردم به دین زردشتی خوانده است. عاقبت الامر همون رستم قبول نکرد. اگر چنده نمیدانست که چی نوع خدا را عبادت کند، اما شما شاهنامه را ببینه، در همه جا وقتی که فردوسی از نام رستم گپ میزند، دعا و نیایش رستم هم میارد، دائم تاکید میکرد جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی، هر چی هستی تویی، پستی و بلندی این جهان تو هستی، من نمیدانم تو چه چیزی، صفاتی تر نمیدانم، از ذاتی تو بخبر هستم، نمیدانم که چی نوع عبادت کنم، اما پروردگارا همه قدر میدانم که هر چی هستی تو هستی، اول و آخر تو هستی، ابتدا و انتها تو هستی، ظاهر و باطن تو هستی. الان مردمی را که به هر وجه یک عقیده موحدی داشتن، این زردشت پدر سوخته عاقبت الامر گرفت مشرک کرد، مجوسی کرد. از این بدتر بعضی عقاید، بعضی عنعنه را در بینشون پهن کرد، انتشار داد که تا به حال قسم به خدا شرمندگی است، عیب است. حتی قبیله های وحشی ترین افریقا همو عنعنه تا ندارن. تا به حدی که نکاح بین پدر با دختر مقدس دانست، نکاح بین دختر با پدر، نکاح بین برادر با خواهر خود مقدس دانست که هر کسی همین کار انجام دهد او ثواب میگیرد و به خدا نزدیک میشود. نعوذ بالله. اصل دین زردشتی دو خدایی است. مبادا فهمتو نکنن، به یقین بدونه که اصل دین زردشتی دو خدایی است. یکی اهورامزدا یا هرموز یا یزدان، دیگر اهریمن یا اهرامنیه در مقابلش. کارهای نیک، کارهای خیر، روشنایی، تمام این نوش نعمت همه آفریده اهورامزدا هست میگویند. اما کارهای بد، کسلی، بیماری، آفتهای طبیعی، ظلمت تاریکی،
زاده اهریمن است. یعنی که در مقابل خدای بزرگ یک خدای دیگر که در قوت قریب که از او کمی ندارد گذاشتیان. از این خاطر ما اینا را مجوس میگوییم، از این خاطر ما اینا را مشرک میگوییم. ببینه امروز با نام احیای طبیعت گروه های پیدا شدیان که همه کارا در جامعه انتشار داده ایستادند. حالا در تاجیکستان گروه های زردشتی عمل میکرده است. بعضی کسایی را که با نام زیایی خوانده میشوند، بعضی ابلهاش تا حالی را شعراشو در کتاب‌های ادبیات موجود دارد. انا همین آیین پوسیده و آیین از عقل، از فراست، از انسانی دور میخواهند که در بین مردم منتشر کنند. خدا نگه دارد. انشاءالله من امید دارم که این مردم سربلند، این مردم با آبرو و عزت که به اختیار خود، قسم به خدا به اختیار خود اینا قبول کردند، زیرا در دین اکراه نیست، زیرا کسی را مسلمانان مجبورن مسلمان نکردند. هر کسی میگوید که اسلام با آتش و با شمشیر به این سرزمین آمده است، والله دروغ میگوید. لا اکراه فی الدین. همین مسئله را مسلمانان در همه عصر و زمان پررنگ رعایت میکردند. اگر چنین نمیشد تا به حال در ایران که دولت اسلامی است، ببینه در طول تاریخ 1400 سال اسلام محله و قوم‌های گبرنشین باقی نمیموند. تا گبرها هستند در ایران، آتشکده دارند، به همون عبادت‌های خودشون مشغول هستند. کسی اینا را مجبور به اسلام نکرده است. و این ملت سربلند ما الحمدلله به اختیار خود اسلام قبول کردند. ما به اختیار خود اسلام قبول کردیم که خداوند آبرو و عزت مان داد. از میان مردم این سرزمین جوان مردای پیدا شدند، علمای روشنفکر پیدا شدند که تمام عالم اسلام با اونا افتخار میکند. این بود احوال زردشتی ها. چی کار میکردن این مردم؟ عملشو از چی عبارت بود؟ کوشش میکردن روحانی های زردشتی که آب و آتش در یک جا جمع نشود. کوشش میکردن که آهن زنگ نزنه. آهن یک چیزی مقدس میدونستن. آهن برای اونا را مقدس بود. کوشش میکردن که خدای نکرده یگون انسان در زمین نگورونن که زمین نجیس شود. انسان برای اونا نجیس بود، زمین مقدس. کوشش میکردن که مبادا خدای نکرده مثل همون هندوها یگان آدم در آتش نسوزانند که آتش نجیس شود. تمام عبادتشو عبادت از زمین است. اگر به شرطی که به خاطر عبادت همون آتش داخل معبدهای خود که میشدن دهاناشون را میپوشاندن که مبادا همون بوی دهن مون یا نجاستی که از دهن میبرید به آتش اصابت کند، آتش نجیس بسازد. اصل عقیده زردشتی ها هم بودن که واقعا خنده آور است برای مردمی با عقل با فراست پیروی کردن از یک چنین یک حرکت جریانی که چه جای دین و دیانت عقل سالم انسانی قبولش ندارد. در روزهای عیدشون با پیشاب گاو غسل میکردند. ما توصیه میکنیم در دین مبین اسلام که بچه ها قبل از او که مسجد میاید وضو بگیرید، اگر غسل کنید باز نور علی نور می شود. بچه ها خوشبویی استفاده برید، زیرا که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم خوشبویی را دوست می داشت. باید ما بوی خوش داشته باشیم. تاکید میکنیم که بچه های نوزکش خدا جانتون بس کنه، نوس بس کنه، نوس نکشید. یا او کسایی که نوس بس کردن نمیتونه قبل از مسجد آمدن حتما دندانا را مسواک زنید، تازه کنید تا ملائکه ها را از مسجد نگریزونید. اینا برای عبادت محض با پیشاب گاو غسل میکردن. اینا کار، اینا رفتارشون. یک برادر ادعا کرد که همین تهمت است که گویا ترغیب و تشویق میشده است که پدر دختر را به زنی گیرد. همین کار نیست، این تهمت است در حق زردشتی ها. گفتیم برادر تنها کتاب زردشتی ها را به فکر بخونده رود در گروه یگان تاریخه. اگر میخوندی این سفسطه را نمیگفتی. حتی بعضی پادشاه های ایران حرامزاده بودن. مثلا همون پادشاه داریوش که قدر معروف و مشهور است، از باباش است. باباش به مادر این میرسه، داریوش تولد میشود.
یکی دخترش بود نامش همای، خیرتمند با دانش و نیکرای. شاه بهمن میگه که یک دختری داشت با نام هما، بسیار دختری با عقل، با فراست، بسیار زیبا صورت. پدر در پذیرفتش از نیکویی، بدان دین که خانی ورا پهلوی. انمی به همین دین پهلوی که دین زردشتی است، پدر در پذیرفتش، یعنی پدر بزنی گرفتش. همای خیرتمند تابنده ماه، چنان شد که آبستن آمد ز شاه. بگذار که کتابای تاریخ قبول نمیکنی که تاریخ تبری از مسلمان ها است، تاریخ البدایه و نهایه از مسلمان ها است. لااقل تو چشمات کلانتر باز کن، فردوسی را بخون. فردوسی که معریخ نیست، یک عالم دانمارکی، یک عالم دنیگی با نام کریستیانسن، ارتور کریستیانسن، تاریخ ایران ساسانی یا که تاریخ ایران در عهد ساسانیان نام کتاب دارد. یک کتاب بسیار بزرگ است، به زبان روسی و به زبان فارسی ترجمه شده است. اگر کدام دسترس کرده بگیره بخونه، بعد میبینه که تا کدام درجه اینا غرق هوا و شهوت شده بودند، تا کدام درجه جاهل احمق شده بودند. اگه تصور کنه که امروز با کسایی پیدا شدن که همون آیین پوسیده را از نو با میخواهند احیا کنند، در میان مردم انتشار دهند. وای به حال تو. الحمدلله ما فخر میکنیم که به شرافت محمد صلی الله علیه و سلم ما موحد گشته ایم، عقیده داریم، دین آیین داریم، افتخار داریم. افتخار به اون داریم که امروز مردم مسلمان شاید در دنیا یگانه ملت موحد باشند. ما فخر میکنیم به او که خدای تعالی عقل فراست مون بیدار کرده است که در نزد یک بت سنگی سجده نمیکنیم، در نزد یک آتش سجده نمیکنیم، با پیشاب گاو غسل نمیکنیم. این فخر افتخار ما است. با کجا ما را میکشیم؟ حضرت مولوی روم یک قصه آورده است. آن یهودی گبرک آتش پرست، بحر عزم هند در کشتی نشست. باد شرطه کرد گمراهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. یک گبرک از همون محله گبریان تهران به خاطر سفر هندوستان به خلیج فارس می آید. در هندوستان گبری ها زیادند، یعنی همون آتش پرستا و زردشتی ها زیاد هستند. در کشتی نشست که قدرت خدای تعالی در بحر طوفان خیست. طوفان بحر میدونین آخه بعضا طوفان به حد بلند می شود که کشتی های معاصر و زمانویه که اقیانوسگرد هستند همش با موتور کار میکنن، بعضیش غرق می شوند. تصور کنه که در او عصرهای میانه کشتی های خوردی بادباندار چی نو میتونستن که در مقابل او طوفان ها مقاومت کنن. گبر و نزدیک غرق آمد فراز، در تکاپو افتاد آن کارساز. ناله میزد سوخته کنار نار، الغیاس زینهار. وقتی که زردشتی دید که احوال بد است، کشتی غرق می شود، بعد به همون خدای خودش مراجعت کرد، نعوذ بالله، به همون آتش مقدس که آتش به فریادم برست که غرق میشم. هر کسی بر ملت خود میتند، اعتماد بر اعتقاد خود کند. در وقتی که جان تنگی میکنه، هر کس به سوی اون ملتش میکشه، هر کس به سوی دین و دیانتش میکشد. من به شما قصه یک افسر مصری را کردم، شخصی را که در حیاتش نماز نخوانده بود است، در حیاتش نام خدا را ذکر نکرده بود است. وقتی چترش کشاده نمی شود، چینو یا الله به زبانش می آید، زیرا که مسلمان زاده است، زیرا که الحمدلله به شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب عقیده پاکیزه و تازه است. آقا بیچاره و آتش پرست است، در حالت مشکلی و وزنی همه آتش پیش نظرش می آید، همه را خدا میدونست، قادر میدونست. گبر در آب افتاد دست پا، چون وزغ میزد ولی دور از نجا. عاقبت الامر کشتی غرق شد. این بیچاره در درون بحر زد،
مرغاوی وری قلاج میکشه و نه که آخی در او بحری پر تلاطم قلاجی تو دیگه به دردت نمیخوره. میزدی فریاد که ناری سنی قبله مقصود و معبودی منی، چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. ببینه در چه حالت قرار داره، در درون آب غرق شده است، حالی هم امید به همون آتش کرده است که من چندین سال تو را بندگی کردم، حیات ممات من در دستی تو است. آتش هم میگه زام پرستیدم تو را در انجمن، تا چنین روز رسی فریادی من. با او خاطر من تو را عبادت کردم که در همین روزی سختی دستگیرم شوی. غیر تو پشت پناهم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رست. غیر تو دیگه پشت پناه ندارم، در آب غرق شده استم، ای آتش که به فریادم برست. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بد نزدیک او بر تخته. اکه کشتی نشینا همه غرق شدیان، در پهلوش یک ملاح، یک مریک مسلمان چقانی کرده است، یک پاره همه کشتی شکسته را زیر دست آورده است، بالای همه تخته سوار. ایرم خدا گفته است، ایرم جانش در تلواسه است. خنده اش آمد از آن آتش پرست، خودش در همه حالتی جان کهاندن است. از گفتار و از رفتار این مردک در خنده زد. گفت او را ای زیباد عجب مست، آتشی که کرده ای او را پناه. عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این شش در بدی، حالی او از حالی تو بدتر بدی. این رود در گور گفت احمق، تو نخود در همین حالت هم عقلت بسرت نیاید. آخه او آتشی را که تو از او کمک میخواهی، اگر در جای تو میشید حالی او از حالی تو زورتر میشید. ابله احمق، خداوند تو را از خاک خلقت کرده است، آب تو را غرقت میکنه که نمیکشد، محلول نمیشه در آب. اما او بیچاره آتش در یک لحظه خاموش میکنه. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از رحمت مشو ای هیچ کس. ای رود در گور، فقط انمو خالق آتش به فریادت میرسه، خالق آب در این لحظه به فریادت میرسه. ببینه این افتخاری ما را ببینه. مولوی با چه فخر افتخاری قصه را آورده است که ای مسلمان شما افتخار داشته باشه که الحمدلله ما اینایی که دینی متین داریم، در راهی درستیم، در راهی راستیم، خداوند ما را نجات داده است. و ایلو مثل همون زردشتی آتش مقدس گفته میگشتیم. افسوس و صد افسوس که این مردم این سرزمین واقعا هر احمقی را که میوردن بولاشون پهن میکردن، در او قبول میکردن. این اسلام بود که سبب نجات ما شد. امروز دین اسلام دین اجنبیان شده است. امروز مسلمانایی که اسلام آوردند ما را نواختند، مرتبه و منزلت ما را بالا کردند، با نام اجنبی و با نام اشغالگر غارتگر یاد میشوند. سبحان الله. قسم به خدا اگر این دین نمیشد، ولی نمیدونم که با چی بلاها و آفتها را به سر ما می آوردن بعضی بلحوث ها. تاریخ همه ایران ایا ببینه، همه ایرانی های زردشتی در عصر سوم میلادی، در ابتدای عصر سوم میلادی یک شخص پیدا شد با نام مونی، یک کتاب دارد ارژنگ، ولی بعضی همون زردشت ها تعریفش میکنن، رسام خوبم بدست. ادعا کرد که باید بین پاکی و بین ناپاکی جمع نیایند، جمع نشود هیچ وقت. نور با ظلمت باید آمیخته نباشد. از این خاطر گفت که نکاح حرام است. اگر نکاح به این معنی نکاح ما نیست، اصلا آمیخته شدن مرد با زن حرام است. گفت مرد باید به زن نرسد، فرزند باید تولد نشود. همه عقیده همه ابله گرفتند. حتی یک چند مدت فرزند اردشیر بابکان، اساسگذار دولت ساسانیان، او را وزیر خود تعیین کرده بوده، عقیدش انتشار یافت.
اگه تصور کنه که اگر خدا نجات نمیداد این ملت در این سرزمین دیگه یا آدم باقی نمیموند. مرد بازن که آموخته نشود کودک از کجا می آید؟ کودک ابری بهاریه که میبوره، کودک سبزه که بالای زمین میروید. الحمدلله خداوند عقل فراست داد، بعدا مردم عادی را بر ضد این مانی ابله خروج کردن. عاقبت الامر این بدبخت کشته شده، جان مردم از این خلاص خورد. در عصر 5 یک عصر قبل از تولد با سعادت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم، یک مرد با نام مزدک آمد، ادعا کرد که تمام بایگری بین مردم، بین خلق خدا باید برابر تقسیم گردد. مال ثروت عمومی است، زن عمومی است. پادشاه ایران قباد پدر اینمی نوشیروان کسرا عقیدش قبول کرد. کار به حدی رسید که اوباشا می درآمدن دیگه در خونه مردها زناشون صاحبی میکردن، مولاشون میزدن میگرفتن، همه دیگه لاش شیده بود. حتی در بعض متنهایی که از همون زمان باقی مانده است آمده است که مردم دیگه غیرت حمیت گم کردیان. مردم به حد بیناموس شدیان که در نزدشون میآیند مردای بیگانه به زناشون میرسن، به دختراشون میرسن، چشمشون هم بپره، پروایی ندارن. تصور کنه که همون آیین مزدکیه در اینجا پهن میشد. الحمدلله اسلام اومد این دین زردشتی پلید از بین برد و ایلا با کی میدونه که چه حیله‌گرا و چه مکرها پیدا میشدند و چه زلزله ها میشه در این جامعه و در این مملکت. اما الحمدلله و المنه خداوند ما و شما را نواخت با وجود حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم که واقعا رحمت عالمیان است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگه خودت تصور کنه که در همین حالت، در این وضعیت پا به عرصه هستی گذاشتن محمد صلی الله علیه و سلم تا کدام درجه ضروری بود. ضرورت بعثت پیغمبری که تمام بنی بشر را نجات میدهد و همه را به موحدی دعوت میکند پخته رسیده بود. غیر از این 3 دینه که بیان کردیم در دنیا، همچنین دین بودایی بود. دین بودایی تخمین 2500 سال قبل از تولد حضرت عیسی علیه السلام پیدا شده است. اساسگزارش یک شاهزاده هندی بود. یک شاهزاده هندی از خانه پدرش خارج می شود، چند مدت در ابتدا عبادت خدا میکرد، بعدا متاسفانه آمد مردم خداش گفتن، گیتا ما گفتن یک شخص. و این دین بودایی تا به حال علما در تعجب هستند که آیا همیو به خدا باور داشته باشند یا نه. در انسیکلوپدیای بریتانیا اومده است، میگه تمام علمای حتی معاصر بعد این قدر تحقیقات ها حالی هم به یک خلاصه ناومدن که آیا همیو به موجودیت خدا باور دارند یا نه. دین بودایی از 2 حصه عبارت است. دین لامائیزم میگن که سردارش هم دلای لاما است، تیبتی، و دویمش یک حرکتی که در ژاپن، در کره او را قبول کردیان. در امریکا وقتی که ما بودیم یک عده از دملوها به یک معبد بودایی ها بردن ما. یک نفرش آمد و همون نماینده بودایی های کره بود است. او طوری گپ زد، او بدبخت به روح باور ندارن، نعوذ بالله، به خدا باور ندارن، به زنده گشتن بعد مرگ باور ندارن. عجیب کار ببینه که دینی که به خدا باور ندارد، جریانی که به خدا باور ندارد، تا حاضر عرض وجود میکنه، تا حاضر در دنیا هست، تا حاضر طرفدارا دارد. وقتی که شخص به خدا باور نکرد، به روح باور نکرد، از دستش همه کار چشمدار شدن ممکن است. آدمی که همه دنیا را همه چیز بدونه، فرقی بین او و بین اتئیستا چی است؟ اگر چنده که بودا بت پرستی نیست، اما آهسته آهسته آمد در همین سرزمین. ببینه بود و بودا در میان مسلمان ها هیچ تفاوت بینشون نیست، هر دوش یک معنی را میتن، اما بت پرست شدن. صورتی همون پادشاهشون، همون شاهزاده را کلان میکنن، در نزدش سجده میکنن، سر میچکن، قهقرن قفا میوین، حقوق ندارن که با پشون سینه هم بکنن.
در برابر این با دین هندویزم بود در هندوستان. دین هندویزم 330 میلیون خدا داشتیه، نعوذ بالله. گاوم خدا است نزدی اونو، شاید خرم نزدشو خدا باشه، ماریکاب را برای ورج خدا ای. هر چیزی که در نظرشون معقول میشید خداش میگفتن، با پگه اگر لازمش میشید میخوردنش، با یک خدای دیگه انتخاب میکردن. این جهالت، این نادانی. 330 میلیون حساب کردیان، 330 میلیون خداها داشتیان. نه اینکه هر یک قبیله یا هر یک قوم یا هر محله، هر خاندان صدها خدا داشت. هر یک خاندان دا صدها خدا بود و جور و ظلم به حد رسانده بودن که مردم به طبقات مختلف تقسیم میکردن. بسیار جور و ظلم کلام بود. کسته ها بود. همین کسته شاید در هندوستان تا حاضر وجود داشته باشه. موافق دین هندویی تمام مردم به 4 کسته تقسیم میشدن. کسته از همه بالا کسته براهیمه، طبقه برهمن ها که یا مقدسن، یا را نعوذ بالله قریب خدا میگفتن، به حد خدایی برداشته بودن. کسته دیوم کسته شطری میگن، یعنی جنگاوران، سپاهیان. کسته سیم با نام ویش یاد کرده می شود. همه یعنی هنرمندان و کاسبان و دهقانان اینا در همی کسته بودن. و نهایت کسته از همه پست نفرت زده که نجیس می گفتن شو، نجاست شو می گفتن. یک کلمه عجیب است، اجور بود یا چیزی به همین مانند بود، به همون نام یاد شو میکنن، یعنی نجیس. میگن خداوند همه را خلق کرده، به همون لای پاهاش گرفت شوشت، همین قوم کلوله کرد گرفت مون. بنده های خدا را ببینه به چی چیزا تقسیم میکنن. این کسته آخران یا بیچاره نه حقوق مال و ثروت جمع کردن داشتن، حتی حقوق نداشتن که دستشون در بدن یا به رحمان برسونن، یا نجس حساب میخوردن. تا همین درجه را انسان پس زدگی بود. همین پستی و رذالت در دین زردشتی از اونا کم نبود. افسوس صد افسوس که وقت کم مونده است، امکان ندارم که من برای شما بیان کنم. اما من چندین بار قصه کردم که چی نوع مردم عوام رو، بیچاره ها رو، اگر چند بعضش مال و ثروت داشتن نمیگذاشتن که معلومات عالی گیرن، نمیگذاشتن که در مدارس تحصیل کنن، دبیر شوند. همین جور و ظلم در همه جا بود. پس وقتی که خدای تعالی رحمت عالمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو به کتاب آسمانی قرآن مجهز از برای نجات بنی بشر فرستاد، مردم نفسی تازه گرفتند، قامت مردم راست شد، مردم آرام شدند. وقتی که قانون حقوق بشر، قبل از این قانونهای حقوق بشر ما اعلامیه حقوق بشر داریم، سال 1948 در نظر دارم، سازمان ملل متحد قبول کرده است، فخر میکنیم. اعلامیه حقوق بشر 1432 سال قبل از این از جانب پروردگار اعلان شد. یا ایها الناس انا خلقناکم ذکرا و انثی. ای مردم، ما شما را مرد زن خلق کردیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من نفس واحده. ای مردم، ما شما را از یک آدم به دنیا آوردگیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ما شما را به قوم و ملت ها به او خاطر تقسیم کردیم، زبان های مختلف برای آن به شما دادیم تا اینکه همدیگر را بشناسید و خدا را بشناسید و با همدیگر در خیر احسان و در عبادت خدا مسابقات داشته باشید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به درسته که مکرم ترین شما، عزیزترین شما، با حرمت با احترام ترین شما نزد پروردگار متقیای شما هست. کسی نسبت کسی فضل ندارد مگر به تقوا. انا اعلامیه آزادی و حقوق بشر که از جانب پروردگار انتشار یافت و انتشار دهنده آن رحمت عالمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. پس می شود که این انسان این شخصیت بزرگ دوست نداری. سبحان الله. مرگ کسی که این شخصیت بزرگ دوست نمی دارد. اما دوستداری سری دستکی نه. دوستداری باید دوستداری واقعی باشد، دوستداری صدقی باشد.
باور کنید قسم به خدا اکثری ما و شما، اکثریت کل ما و شما جان ما او طرف استاد، مال و ثروت مون از محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر دوست می‌داریم. این یقینه. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. خداوند در قرآن میفرماید محمد صلی الله علیه و سلم برای مسلمانان از جانهاشو عزیزتر است. کجای جان کجا میره؟ وظیفه و منصب مون از محمد دوستتر می‌داریم، مال و ثروت مون از محمد دوستتر می‌داریم، خانه و در و ماشین مون از محمد صلی الله علیه و سلم دوستتر می‌داریم. این امروز احوال ما. عمر فاروق رضی الله عنه بار در نزد حضرت صلی الله علیه و سلم نشسته بود. راوی حدیث عبدالله ابن هشام روایت میکند که حتی دست مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست گرفته بود. از فرط محبت گفت یا رسول الله لانت احب الی من کل شیء الا نفسی. ای حبیب خدا، ترا گفت از تمام اشیا بیشتر دوست می‌دارم، از همه چیز مگر از جانم. شاید همین جانم برام عزیزتر باشد. دیگر از زن فرزند، از پدر مادر، از خانه و در، از تمام دنیا تو برای من عزیزتر هستی. حضرت در جواب فرمود لا والذی نفسی بیده حتی اکون احب الیک من نفسک. یا عمر گفت قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، تا زمانی که مرا از جانت بیشتر دوست نداری ایمانت کامل نیست. مرحمت میزان محبت. حضرت عمر اندیشه کرد که عمر آخه تو کی بدی و کی شدی؟ به شرافتی که خداشناس شدی، به شرافتی که خداپرست شدی، به شرافتی که الله ذوالجلال که خالق کل کائنات است ترا تعریف میکنه رضی الله عنهم و رضوا عنه. خداوند میگه از اینا راضی شده است. ترا که وعده جنت داد در وقت زنده بودنت. و اگر محمد که نمیشید مثل من عمرها در نیم جزیره عربستان 10,000 بدن، در دنیا میلیون ها. گفت فإنه الآن یا رسول الله والله لأنت احب الی من نفسی. ای حبیب خدا قسم به خدا گفت از جانم بیشتر دوستت میدارم. حضرت گفت الان یا عمر. یا عمر گفت الان که ایمانت کامل شد. خوب در خونه اندیشه کنی چند خد دوست میداریم پیغمبرمون. میزان و درجه محبت ما تا کدام درجه است؟ یک سنجش کنی خودتونه، بعد میفهمه که تو کدام درجه راست قول هستید یا دروغگو. متاسفانه شخصایی که دعوای محبت میکنن اما در اصل دروغگوی بیش نیستن در جامعه زیاد هستند. شخصایی که دعوای عشق و محبت میکنن در صورتی که فرسخها دور هستند از عشق و محبت محمدی و شریعت غرای او در جامعه خیلی و خیلی زیاد هستند. حضرت مولوی در مثنوی شریف قصه میکنند عاشق بوده است در ایام پیش، عاشق بوده است در ایام پیش، پاسدار عهد اندر عهد خیش. گفت روز یاری او کم شب بیا که بپختم بحری تو من لوبیا. یک عاشق بود از زمانهای پیش، یک معشوقه هم داشت است. یک روز معشوقه پیغامش میته که شو بیا میگه برای تر طعام آماده کردگیم. در خلوت هر دو میشینیم چقچق میکنیم، صحبت میکنیم، وصال میرانیم. در فلان حجره نشین تا نیمه شب، تا بیایم نیمه شب من بی طلب. بدرا گفت فلان حجره در منتظر من شو، همین نیمی شب کشد انشالله من خودم بیام بی دعوت. اندران حجره نشستان سوگوار بر امید وعده آن یار غار. در حجره شش عاشق، عاشقی سری دستکی بده است، عاشقی شهوت نباشه، عاشقی حقیقی را خواب میبرد. ترمک سرشم و خوابش برد. بعد نصف اللیل آمد یاری او،
صادق الوعد آن مه دلدار او. عاشق خود را فتاده خفته دید، اندک از آستین او درید. گردکان چندش در جیب کرد، که تو طفلی گیر این می باز نرد. نیمی شب که معشوقش آمد که عاشق مستی خواه لبی آستینش اندک در آمد. کودککا را دیده که بازی کردن، لوای آستینشو میداره، لوای دامنشو میداره. در کیسهش دسته 4 مغزه که دیگر را پیش کرد. مقصد تو 4 مغز بازی که تو چون میکنی طوری کودکی ترا چی و دعوای عشق و عاشقی چی؟ چون سحر عاشق از خواب برجهید، آستین و گردکانها را بدید. گفت شاه ما هم از صدق و وفاست، آنچه بر ما میرسد آن هم ز ماست. سحر از خواب خیست، دید لبی آستین کندگی، کیسهش در دست انداخت که 4 مغز برمد. سبحان الله. گفت یاری ما واقعا صدق و وفا است. هر بلایی که به سر ما میآید از دست خودمون، وای به حال ما. همین بر ما هم هر بلایی که میآید، خود در این سرزمین باشه، خود در عالم اسلام باشه، همه از دست خود ما است. که دعواهای دروغین داریم، محبتی بر دروغ داریم، دعوا واهمه و زیاد است، اما در حقیقت اگر ببینیم محبت و محبت حقیقی نیست. انشالله اگر این محبت حقیقی شود، عالم گلستان می شود. اگر این محبت حقیقی شود، او سیادت قیادتی را که خدای تعالی برای اصحاب بزرگوار حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم به تابعان این ملت، به تبع تابعین، به دیگر بزرگا هدیه کرد که مدت 5 عصر 6 عصر پیشگام بدن، پیشتاز بدن، شهسواری میدان تمدن بشری بدن. پروردگار باز از سر نو به این ملت عطا میکند. پروردگارا میل محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در قلبم جا کن. خداوند مساعدت فرما که محبت و محبت حقیقی باشد، نه محبت بر دروغ. پروردگارا ماه مولود حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم را از برای امتی صائم قائم، از برای امتی بعار و بناموس، از برای امتی محب مبارک گردان. و خداوند فردا روز قیامت همراه حبیب محمد صلی الله علیه و سلم و دوستان محبان او، اهل این سرزمین، اهل این مکان، اهل این مسجد محشور گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. خواهش کرده است که در حقش دعا کنیم، خداوند سعادت دارین نصیب و روزیش گرداند. در حق حاجی عابدخان برادر که فرزند خود خاندار کرده ایستاده است دعا میکنیم که خداوند از دامان فرزندش، فرزندان صالح نوری چشم، خادمان دین مبین اسلام، عالمان به عمل متولد گرداند. در حق یک عیده برادرها که چند طفل را از برای طبابت به خارج می بردند دعا میکنیم که خداوند به او طفلا شفای کامل و عاجل عطا فرماید، تا اینکه هر چیز تیزتر و زودتر به نزد پدر و مادر خویش بازگشت داشته باشند. و پروردگار تمامی بیمارای مسلمان، خواه کلام باشند، خواه خورد، خواه مرد باشند، خواه زن، خداوند شفای کامل و عاجل عنایت فرما. در حق بعضی برادرها زنگ میزنن طلب دعا میکنن، اما متاسفانه از خاطر ما میره. در حق دامل و احکام دین، در حق برادرشون محمد جان، در حق دوستا و محباشون، خاصتا یک برادر حاجی بسیار محب دست التماس کرده است که در حقم دعا کنن. دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداشون حاصل گرداند. و تمام عزیزایی را که امروز به خاطر شنیدن امر به معروف و نهی از منکر و برای ادای نماز جماعت فریضه الهی به این مسجد تشریف آورده اند، خاصتا حضراتی را که مهمانای ما هستند، خودمشان اولا خیر مقدم میگوییم و بعدا از درگاه خداوند متعال ذوالجلال تمنای آن را داریم که پروردگار فردا روز قیامت ما را همراه حشر گردانی و خداوند به جمال به مثال حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم رسانی و پروردگار مسلمان نگهمان داری، مسلمان بمیرانی ما را و فردا روز
قیامت همراه مسلمانان محشور سازی. آمین یا رب العالمین. یک برادر طلب دعا کرده است، مشکلی داشته است، دعا میکنیم که خداوند مشکلیش آسان گرداند و رزق روزیش فراخ و وسیع سازد و جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند. یک برادر گفته است در حق مادرم که از دنیا گذشته است دعای خیر کنید. اگه این مادر و پدر می‌بینید فرزندای دیاری ما هستند، فرزندای دیاری ما خدا کنه که صف شماره جوانمردان زیاد شود، انشاءالله در اون صورت مسجدها هم آباد میگردند، دیگر برادر از برادر شکایت نمیکنند، دیگر کمبغلا از بایا شکایت نمیکنند. زیرا حالا پرده باره اسلام 1400 سال قبل از این حل کرده بود توسط زکات که فریضه است، توسط صدقات نافله، توسط دستگیری مسلمان برادر مسلمان شد. اما افسوس که ما همون مسئولیتی که خداوند در ذمه گذاشته است همون را انجام نمیدیم. از همین خاطر است تا به حال کمبغل و بایو را نسبتشون نفرت دارند. از همین خاطر است که تا به حال برادر و برادر خودش خصوصیت می‌ورزد. خدا کنه که همه این مسائل مشکل ایسر جامعه مدار شود. خب یک برادر داره به نام یوسف جان، خداوند سعادت دارای نصیب روزیش بگرداند که محیب است، خدمتگار است در مسجد، پروردگار از جمیع بلا و فتان نگهدارش باشد. از که من مخلص شما هستم، از شما خواهش دارم که من 6 سال از در خارجی خوانده هستم و تحصیل تا حال تمام نکردم، گناه بسیار کردم. در حقم دعا کنید که حافظ قرآن شوم و خداوند گناهام بخشد. در حق استادم، در حق پسر استادم، در حق برادرم و در حق خودم دستجمعانه دعا کنید. خیش و معولا اول در حق استاد و فرزند استاد طلبی دعا کرده است، بعد در حقیقت انشاءالله خدای بزرگ هدایتت میکنه، نوری معرفت علم در صدر در سینه بیدار میکنه که انشاءالله در مدت 1 سال حفظ قرآن بشه. اما حقیقتا بچه‌های عزیز از این معصیت هست نگذارید. زمان بسیار زمان فساد است. در راه میروی زنهای سرریش میبرنده، کوشش کنی به همون نظر ناندازی. از برای خدا چی میکنی؟ نظر میاندازی شیطان وسوسه میکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این نظر کردن یک سهم است از سهام شیطان که مسمومه از زهرناک است، آدم گمراه میکنه.